حکم ثبت دادن دین در حالت غضب. سوال: شما چی حکم دهید درباره شخصانی که در حالت غضب دین الله را، دین اسلام را دشنام دهند؟ آیا بر او کفاره یعنی جبران یا قربانی واجب است و شرط های توبه چیست؟ من از بعضی از عالمان شنیدم که میگویند با این کار از اسلام خارج می شود و همسرت بر تو نیز حرام می گردد. جواب: شخصی که دین اسلام را دشنام دهد کافر می شود. سب یا دشنام دادن دین یا مسخره کردن و تحقیر کردنش کفر و مرتد شدن است، یعنی از اسلام خارج شدن و کفر ورزیدن به الله سبحانه و تعالی و با دین او باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن گروه را ذکر میکند که با دین اسلام مسخره میکردند و میگفتند ما فقط شوخی میکردیم. الله میفرماید در این مورد: ولئن سألتهم یقولون انما كنا نخوض و نلعب. اگر از آنها بپرسی در جواب میگویند که ما فقط شوخی و بازی میکردیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بگو آیا تو با آیه‌های الله و رسول الله مسخره میکردید؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. دیگر عذر نیاورید و درسته که پس از آن شما از ایمانتان بیرون شده اید، کافر شده اید. سوره توبه آیات 65 و 66. پس هر کسی که دین الله را مسخره کند یا با الله و رسول او یا با دینش سب دشنام بدهد کافر می شود و از اسلام خارج می گردد. اما شخص پس از این گناهی بزرگ باید واسه پروردگار در حال توبه نماید. اگر که توبه کرد توبه او قبول می شود، اما با شرط های زیرین و درست‌ترین آن 5 شرط است. اولا اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی، یعنی توبه باید فقط برای الله انجام داده شود، نه برای آبرو، نه برای شهرت، نه از ترس آدمان، نه برای منفعت دنیوی. اگر توبه تنها برای ترس عذاب او و امید رحمت او باشد، پس این توبه اخلاصناک است و اخلاصمند است. شرط دوم پشیمانی و غمگین شدن از آن کار. شخص باید در دل از گناهی که کرده بود پشیمان و غمگین شود، حس کند که گناه بزرگ کرده است و باید هر چه زودتر از آن خلاصی بیابد. و شرط سوم بازگشت از گناه. باید فوراً از آن گناهی کرده بود باز بگردد و آن را ترک نماید. اگر گناهش ترک فرایض بود و مثل نماز نخواندن، باید آن را در حال انجام بدهد. اگر گناهش انجام دادن حرام بود مثل دروغ و زنا و رباخوری بود، باید آن را در حال آن حرام را ترک و قطع نماید. اگر گناهش در حق آدم وابسته باشد، بر حق آدم وابسته باشد، مثلا دزدی، غیبت و حق کسی را خوردن، باید حق را برگرداند و حلالی طلبد. و شرط چهارم باشد قصد جدی برای تکرار نکردن آن. در قلب باید قصدی قطعی داشته باشد که دیگر هرگز با آن گناه برنمیگردد، حتی اگر سختی یا فرصت گناه پیش آید. شرط پنجم توبه در وقت‌های قبول شده باید صورت بگیرد. توبه پیش از آن که درهای توبه بسته شود باید صورت بگیرد و 2 حالت است. اول وقتی که آفتاب از مغرب طلوع میکند، نشانه قیامت. توبه در این حالت دیگر از کسی پذیرفته نمیشود. الله سبحانه و تعالی در این مورد در سوره انعام اشاره میکند. آیه 158: روزی که بعضی از نشانه‌های پروردگار بیاید، ایمان آوردن کسی دیگر برای او فایده نمیبخشد اگر پیشتر ایمان آورده بود. و هنگام رسیدن مرگ، وقتی شخص جان به حلقوم او انسان برسد و در این فایده اگر که توبه کرد، توبه او دیگر پذیرفته نمیشود که بر این هم الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 18 اشاره کرده است. میفرماید توبه برای آنهایی که گناه میکردند و چون مرگ به سراغ آنها آید میگن حالا توبه میکنیم، دیگر که حالت پذیرفته نمیشود. و الله سبحانه و تعالی غفور و رحیم است، توبه بندگان را همیشه میپذیرد. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو بر بندگان من که بر جان خود زیان کردن از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوند. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بدرستی که الله تمام گناهان بندگان را میآمرزد. انه هو الغفور الرحیم. بدرستی که سبحانه و تعالی غفور و رحیم است، بخشنده و مهربان است. سوره زمر آیه 53. من میگم اگر انسان با یگان گناه، حتی اگر این سب دشنام دادن باشد، توبه کند، توبه او هم پذیرفته می شود و قبول می شود با اون شرط‌های زیرین که موافقت داشته باشد. پس توبه او قبول می شود، ولی باید بداند که بعضی کلمه‌های میتواند کفر واریده باشد، برآمدن از اسلام باشد، اما کسی که این کلمه‌ها رو میگوید حتما و قطعا کافر نمیگردد اگر مانعه‌های وجود داشته باشد و حکم کفرش رو باز می‌دارد. این مانعه‌ها مثلا شخص میگوید که او در حالت شدت غضب دین را دشنام داد، ما بر او میگیم اگر غضبی تو چنان سخت بود که نمیدونستی چی میگویی و حتی نمیفهمیدی که در آسمان هست یا در زمین و کلمه رو بر زبانت آمده است که آن لحظه در خاطرت نبودند و قصد چیزی را هم نداشتی، پس این گفتار حکمی ندارد. یعنی در این حالت او مرتد از دین خارج شمرده نمیشوی، چون گفتاری که به قصد و به اراده باشد صورت بگیرد الله بر انسان مؤاخذه نمیکند. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 89 میفرماید الله شما را با سوگندی بیهوده مؤاخذه نمیکند
ولی با آن سوگندهایی که قصد بستید مؤاخذه می‌نماید. اگر شخص در حالت بود که شدتی غضب داشت، نمی‌دانست که چی میگوید و نمی‌فهمید که چی میگوید، از دهانش برآمد حکم مرتد بر او داده نمی‌شود. اگر حکم مرتد نباشد پس نکاح او بریده نمی‌شود و همسرش نیز بر او حلال است و هنوز هم همسر وی زن اوست. ولی لازم است که وقتی احساس می‌کند که غضبناک شده است باید کوشش نماید که غضبش را دور بسازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که وقتی مرد نزد اومد گفت برای من وصیت نما، گفت لا تغضب، غضب نکن. با دوباره این رو تکرار کرد، گفت لا تغضب، غضب نکن. 3 بار این رو گفت. انسان خود رو نظارت کند، از شیطان به سوی الله سبحانه و تعالی پناه ببرد. اگر راست ایستاده است بنشیند، اگر نشسته است یک پهلو قرار بگیرد. اگر غضبش خیلی شدید شد پس باید طهارت بگیرد، چون که این عملها غضب را پس کرده برطرف می‌سازد. بسیار آدمان هستند که بعد از آنکه غضبناک شدن سبب کردار نادرست گردیدن سخت دیگر پشیمان میشوند که دیگر در این حالت پشیمانی ندارد عاقبت سود. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعالی در کتابش به نام مجموع الفتاوی و رسائل مجلد 2 صفحه 152 ذکر و یادآوری کرده است. توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی.